سلام دوستان، امروز اومدم معرفی یه ماشین جذاب بهتون بگم که سویج از کمپانی اشبیای امریکا. میشه گفت تمام آرسی بازا تو شناسنامه بازیشون حتما یه سویج داشتن. البته این مدل فرق میکنه، فکر کنم تو ایران بیشتر 2 نفر نداشته باشن، یکیش خود من. بچه بدنه این ماشین این نیست، من گوشم واسه جام که بدنه مشکلی واسش پیش نیاد، گارد کشی هم کردم. 6 سل بازی ساپورت میکنه بچه‌ها. و الان میخوام قدرت چرخ رو بچه‌ها نگاه کنید، گشتاور رو نگاه کنید. اینه که میگم سویجه. سویج بچه به معنی همون یاغی یا وحشی میشه. حالا میخوام بازیشو بهتون نشون بدم. میتونم به جرئت بگم یکی از بهترین ماشین‌های آرسی میشه باشه و قیمتش به دلار امروز یعنی هیچ فرقی نمیکنه بچه، چه به دلار بخرید چه ایران. 2 تا نمایندگی داره، بخواید بخرید حدود 60 تا 61 میلیون تومان بدون باتریه. بریم ببینیم بازیشو. بچه دقت کنید، تمام سعی اینه که با 4 تا چرخ بیام پایین. صدای ترمز هم گوش کنید بالا. سرعتش به گفته کمپانی 60 مایل 96 کیلومتر ماه. یکی از یک شخصنهای خوب کمپانیه. حالا خود شاید بیشتر میکنم براتون. بچه دقت کنید، نوع این ماشین تراکه، یعنی آفرود و کارهای سختی میتونید باهاش بکنید. اون ماشینی که قبلا تو پست قبلی واسهتون گوشم برزا بود، برای همین کمپانی بود، قهرمانی جهانی داره، خیلی ماشین عالی. ولی اون باگیه، باگی استیبل زیاد جام باهاش سخت نیست، ولی خب سختی خودشو داره. البته این ماشین خصوصیتش اینه که رو به آسمون میره، اینقدر که قدرت داره. شما باید اینقدر سرعت عمل داشته باشید که با ترمز یا با گاز وقتی ماشین رو جامپه باهاش بازی کنید. الان نمونهش بهتون نشون میدم. الان استیبل احتیاج نداشتم کاری بکنم. حالا این ور هلو گایز، چند نفر کامنت گذاشتن ترمز مگه رو هوا میشه گرفت؟ بچه‌ها نکن داستان اینطوری که الان من رو فیلم واسهتون جایی که ترمز میگیرم میگم بک تا متوجه شید چطوری نوک ماشین میخوابه. برای اینکه نوک ماشین رو بخوایم مجبوریم بک تراتل بزنیم، همون ترمز خودمون. نگاه بچه‌ها، بک خوابون دیدی بچه‌ها، امکان نداره بدون گرفتن بک با 4 تا چرخ بیایم پایین. بک دقیقاً همونجوری که نوک ماشین میاد پایین، جایی که من دارم توی ترمز میگیرم دوستان گلم. بک خیلی راحت قشنگ من متوجه شدم که 4 تا چرخ با هم کوبیده میشه زمین. حالا بعضی جا اصلا احتیاجی نداره، بس یه پرش داره. بک خیلی راحت. فقط اون ترمز خیلی مهمه که کجا انجام داده میشه. نگرفتم بچه‌ها، احتیاجی نداره.